سلام دوستان، کریمیان هستم. با یکی دیگه از جلسات آموزشی نرم افزار اباکس در خدمتتون هستیم. در این جلسه قرار هست وارد محیط گرافیکی نرم افزار اباکس بشیم و کار با یک سری از ابزارها رو آموزش بدیم. مثلا اینکه چطوری میتونیم از نماهای مختلف به جسم نگاه کنیم یا اینکه چطوری میتونیم یک جسم رو در اباکس برش بدیم. پس بریم که این جلسه رو با هم شروع کنیم. وقتی که نرم افزار اباکس رو باز می‌کنیم، یه همچین پنجره‌ای برای شما نمایش داده میشه. اینجا زده Create Model Database و اگر مدل شما، مدلی که می‌خواید ایجاد کنید، از نوع استاندارد باشه یا اکسپلیسیت باشه، کافیه این گزینه رو انتخاب کنید. اگر که مدلتون الکترومگنتیک مدل باشه، باید این گزینه رو انتخاب کنید. الکترومگنتیک مدل مربوط به پدیده‌های الکترومغناطیسی هست یا پدیده‌هایی که در اونها باعث اجزای الکتریکی یا مغناطیسی رو پیاده سازی کنید و عمدتاً کسایی که مثلا رشته‌هاشون مخابرات هست یا با انرژی‌های تجدیدپذیر کار میکنن میان و از این الکترومگنتیک مدل استفاده میکنن. ولی خب میگم اون چیزی که رایج هست استاندارد اکسپلیسیت مدل هستش. از قسمت اوپن دیتابیس میتونید فایل هایی که قبلا مدل سازی کردید رو از اینجا باز کنید و یا نیمه کاره رهاشون کردید و بیاید ادامه بدید. حالا اون ماژول ها رو روش پیاده سازی کنید. ما بقیه کار رو ران اسکریپت رو داریم. ران اسکریپت مربوط به اجرای اسکریپت پایتون هست در نرم افزار اباکس. در واقع یه جورایی میشه گفت شما به جای اینکه بیاید در محیط گرافیکی قطعتون رو مدل سازی کنید، میایید و به وسیله کدنویسی کدای پایتون اون رو مدل سازی میکنید و با استفاده از ران اسکریپت ران میکنید کد پایتونی که مربوط به اباکس هستش. و این قسمت هم ریسنت فایلز رو دارید که فایل هایی که اخیراً در نرم افزار اباکس استفاده کردین رو به شما نمایش میده. من میام و این گزینه رو انتخاب میکنم تا مدلم به وجود بیاد، ولی میتونستم این پنجره رو ببندم، بازم به صورت دیفالت این رو برای من انتخاب میکرد. من این رو انتخاب میکنم. ببینید نرم افزار اباکس از بخش‌های مختلفی دوستان تشکیل شده. اینجایی که مشاهده می‌کنید نمودار درختی هستش که اطلاعات تمامی ماژول‌ها و تمامی اطلاعاتی که ما در ماژول‌ها وارد می‌کنیم در این نمودار درختی استفاده میشه، ولی ما کمتر میایم سراغ این نمودار درختیه به این علت که اطلاعات مربوط به هر ماژول در این قسمت تول باکسی که می‌بینید ذخیره میشه و ما میتونیم از این قسمت بیایم اطلاعات هر ماژول رو تغییر بدیم و یا اطلاعات جدید برای اون ماژول وارد کنیم. اینجا ماژول ها رو به شما نمایش میده که ما 11 تا ماژول داریم و هر ماژولی که من انتخاب کنم این تول باکس من اینجا عوض میشه. مثلا نگاه کنید اگر من بزنم روی لود، اینجا عوض شد ابزارهایی که دارم و ابزارهایی که مربوط به لود هست قرار گرفت. اگر که مثلا بزنم روی مش، اینجا عوض میشه ابزارهایی که دارم. میارم روی پارت و مدل من اسمش هست مدل 1 به صورت دیفالت خود نرم افزار گذاشته، ولی اگه بخوام میتونم عوض کنم اسمش رو. از این منوی مدل میتونم بیام و رینیم رو بزنم، مدل 1 رو انتخاب کنم و نامش رو تغییر بدم که من میذارم دست نخورده باقی بمونه. پارت هم خالیه به این علت که پارتی به وجود نیاوردم. حالا میخوام برم این ابزارهای بالا رو بگم طریقه کار باهاش رو. میام یه پارت به وجود میارم. البته این پنجره پارت رو کامل راجبش صحبت خواهیم کرد در جلسه مربوطه. صرفا اینجا یک پارتی رو ایجاد میکنم تا بگم که چطوری میتونیم روتیشن بدیم به جسممون و بقیه موارد. اینجا مثلا یک مستطیل رسم میکنم و میام یک حفره‌ای هم براش در نظر میگیرم. به این صورت اون رو اکسترود میکنم 50 تا و اوکی میزنم. ببینید دوستان، الان یه بلاک سه‌بعدی هستش. اگر بخوام بهش روتیشن بدم به چه شکلی هستش، بایستی بیام این ابزار رو استفاده کنم. روتیت ویو روش کلیک میکنم و بعد میتونم خیلی راحت روتیشن بدم به جسمی که دارم. البته میتونم از یک روش دیگه هم استفاده کنم. اسکیپ رو میزنم تا خارج بشم از دستورم. میتونم از این ابزار هم استفاده کنم که این منحنیاش مربوط به دوران هست و خطوط صافش هم مربوط به حرکت انتقالی هست. مثلا اگر که من با موسم این خط مایل رو بگیرم، این منحنی رو بگیرم، میتونم دوران بدم حول محور Z که داریم مشاهده میکنیم. یا اگر به این صورت بیام و این منحنی رو تکون بدم، میتونم حول محور X جسمم رو دوران بدم یا روتیشن بهش بدم. عرضم خدمتتون اگر که محورهای افقی یا عمودی رو بگیرم، یعنی محورهای X و Y و Z رو بگیرم، میتونم حرکت انتقالی بدم به جسمی که دارم و این هم ممکنه. البته حرکت موس دوستان قابل تغییر هست در نرم افزار اباکس. یعنی مثلا شما میتونید حرکت موستون رو بیاید بر اساس نرم افزار سالید ورک، کاتیا و بقیه موارد بذارید. برای این کار کافیه بیاید از منوی تولز و گزینه آپشنز رو انتخاب کنید، برید قسمت ویو مانیپولیشن و اینجا ماوس کانفیگوریشنتون رو عوض کنید و بذارید مثلا روی کاتیا، سالید ورک یا بذارید روی هایپر ویو که من ترجیح میدم روی اباکس باشه. ولی خیلی از دوستان ممکنه به صورت همزمان مثلا از کاتیا یا سالید ورک استفاده کنن و وقتی میان وارد اباکس میشن و میخوان
کار انجام بدن یه مقداری قاطی کنن این حرکت موس رو با نرم افزارهای دیگه مثل سالید ورک و میتونن این اپلیکیشن رو تغییر بدن به هر کدوم از اینایی که میخوان، ولی من ترجیح میدم روی اباکس باقی بمونه. بریم بقیه موارد هم خدمتتون شرح بدیم. حالا فرض کنید که من زوم کنم یه مقداری. ببینید الان جسم من کلش داخل صفحه نیست دیگه. اگه بخوام کل جسم در این قاب اصلی به من نمایش داده بشه، کافیه گزینه اتو فیت ویو رو انتخاب کنم. به این صورت میتونم کل جسمم رو مشاهده کنم. اینجا یک سری محورهای آبی رنگ مشاهده میکنید. 7 تا محور آبی رنگ هست که 6 تاش مربوط به نماهای اصلی من هست، مثلا فرانت ویو، بک ویو، تاپ، باتم و بقیه موارد. یکیش مربوط به نمای ایزومتریک من هستش. مثلا اگر که من این گزینه رو انتخاب کنم، فرانت ویو رو انتخاب کنم، ببینید میاد از نمای فرانت جسم رو به من نمایش میده. اگر که مثلا این رو انتخاب کنم میاد، مثلا این رو انتخاب کنم میاد از تاپ، نمای تاپ به من جسم رو نمایش میده. ایزومتریک هم که مشخصه به این صورت به هم نمایش میده. اگر که این گزینه ها برای شما وجود نداشت، این محورهای آبی رنگ، کافیه بیاید از منوی ویو، قسمت تول بارز و تیک ویو رو بزنید. الان مثلا من تیکش رو بردارم، ببینید ناپدید شد. باز میام ویو، تول بارز و تیک ویوز رو میزنم اینجا. به این صورت ببینیم دیگه چیا باقی مونده. آها، ببینید اینجا رندر استایل رو داریم که روی شیدد مثلا میتونه باشه، که حالا این چیزی هست که اینجا مشاهده میکنید. میتونه روی هیدن باشه که میشه اینطوری، و میتونه روی وایر فریم باشه که وایر فریم در واقع یه جورایی مرزهای جسم شما نمایش داده میشه، که معمولا روی شیدد باشه، یعنی جوری باشه که ما الان این سالیده رو بتونیم مشاهده کنیم بهتر هستش. اگر که این قسمت برای شما قابل مشاهده نبود، باز میتونید بیاد از ویو، تول بارز و رندر استایل کار رو پیش ببرید، تیکش رو بزنید. خیلی وقتا دوستان پیش میاد که شما لازم هستش که جسمی که دارید رو برش بزنید. حالا تو نرم افزارهای طراحی مثلا نرم افزار کت مثل کاتیا یا سالید ورک میان جسم رو برش میزنن تا داخلش رو ببینن. اینجا این امکان وجود داره. میتونیم این گزینه رو انتخاب کنیم. ببینید الان گزینهش اسمش هست Activate or Deactivate View Cut، که اگر من این رو بزنم میاد به وسیله صفحه Xplane، یعنی صفحه‌ای که بردار نرمالش X هست، جسم من رو برش میزنن. منتها اگر بخوام با استفاده از یک صفحه دلخواه برش بزنم جسمم رو، کافیه حالا این رو دوباره بزنم که خارج بشه از برش، و کافیه اینجا بیام ویو کات منیجر رو بزنم و صفحه دلخواهم رو انتخاب کنم. مثلا بزنم روی وای پلین یا روی زد پلین یا روی ایکس پلین. به این صورت میتونید برش بزنید که حالا من تیکش رو برمیدارم. باز اگر اینا وجود نداشت برای شما، میتونید بیاد از قسمت ویو، تول بارز و ویو کات رو تیکش رو بزنید. دیگه چیز دیگه ای فکر نمی کنم باقی مونده باشه. در جلسات بعد برمیگردیم. کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که بیایم و از ماژول پارت شروع کنیم، یه جلسه به ماژول پارت اختصاص بدیم و همینطور ماژول ها رو پیش ببریم در هر جلسه تا برسیم به مثال های جامع و بقیه کار. خیلی ممنون که تا این لحظه همراهمون بودید. لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعد.